سلام عزیزان دل. بنده به تازگی با خود اندیشه کردم وایسا چرا داری کتابی حرف میزنی. به خودم قول دادم که قبل تولدم 100 تایی بشم تو یوتیوب. بله، اما شما 100 نفر واقعا باید سابسکرایبر باشین، نه فقط یک عدد اکانتی که یه اسم داره، پروفایلم داره، جدم نداره. وظیفه شما به عنوان یه سابسکرایبر که عشقای من باشین، شما انستال کردن بنده، انرژی دادن به بنده از هر طریق ممکن. اینجا میتونیم بیاین تو این اینستا، تلگرام داریم دیگه، یوتیوب داریم، ما دیگه میتونیم دم خودمون به ذوق کردن برای هر ویدیو و نقاشی که بنده پست میکنم میذارم یا هر چی. یکم توقعاتم زیاده، خاک تو سرت بی جنبه. میخوام براتون یکم از حال و هوای این روزام بگم، پس اگه شما حوصله چسناله و قور و اینجور چیزا ندارین ویدیو رو رد کن، سریع برو از اینجا. من کلاس نهمم رو تموم کردم و دهنم داره با انتخاب رشته سرویس میشه. شاید فکر کنین آسونه، بگین 4 تا انتخاب دیگه، انسانی، تجربی، هنر، ریاضی. واقعا سخته، نمیشه فهمید باید چه غلطی کرد، مخصوصا برای منی که فقط 4 ماه رفتم مدرسه کلاس نهممو. من میرم هنر چون دلیل دارم، میدونین. ریاضی که ازش متنفرم، تجربی حالشو ندارم، اینو اونو بخونم که چیکار میکنن که تهش میشه این، که تهش میشم این. بعد انسانی هم که حفظیاتم خوبه، ولی این داره بیشتر از این 3 تا منو اذیت میکنه، چون فاکینگ بالای 500,000 تا رشته داره. خب عزیز، از یه طرف دیگه من اصلا نمیتونم بخوابم این روزا، چون یه جوری هوا گرمه واقعا با هیچی جواب نمیده، اصلا زنده نمیتونی بمونی. من موندم چه جوری زندم تا الان. این انقدر گرمه اینجا، تازه هنوز ما جای خوبشیم، ما جنوب نیستیم پاره. با احترام به تمامی عزیزان جنوبی و هر کی که جای گرمه، به خاطر این وضعیت گرما من هر روز دارم سر یه تایم خیلی مشخص، سر یه ساعت مشخصی بیدار میشم، فقط برای اینکه پنکر رو روشن کنم یا اینکه برم آب بزنم به صورتم، بعد دوباره بگیرم بخوابم. تو فکر کن تو خودت بدبختی داری از گرما میمیری، بعد دوست آرت میاد اینجا کنارت میشینه، فلانی گفتش من دوست دختر دارم. بعد فقط من بدبختم که باید بشینم چستانای اینو این وسط گوش کنم. و یکی از دوستای دیگه هم، اون اصلا خارجه، انگار اینطوریه که سرش خیلی شلوغه، چه میدونم نمیتونه زنگ بزنه، اصلا درگیره. داداش حداقل هر یه ما بهم زنگ بزن، من زندم، به من زنگ بزن، من باهات صحبت میکنم. به خدا اصلا ببین نیست، محو میشه. بعد قبلا تابستون همشون محو میشدن، من فقط میموندم اینجا. و از شانس خیلی خوب من هیچ کدوم از این دوتا قرار نیستش که هنر بخونن. عملا من تنهام. نمیدونم من باید چجوری ارتباط برقرار کنم وقتی امسال قراره برم 10. واقعا نمیفهمم، گلوم گرفت. بعد احساس میکنم هر بار که دارم اینجا باهاتون صحبت میکنم صدام خیلی عجیب و بیروح و خیلی اینطوری هم که مثلا رباتم دارم صحبت میکنم، مثلا این شکلی مثلا من تو ذهنمه. بعد دوستان میگن اوکیه، ولی من اینطوریم که نه، این اوکی نیست. بعد به طور کامل من اینجا نشون بدم حسم چیه. این بار برعکس 2 تا ویدیو قبلی که البته حالا هیچی هم نبود، کلا یه ویدیوش خیلی معلوم بود و یکی اصلا نمیفهم چی بود که ساختم گذاشتم، چند نفر دیدن، هیچکی هم لای نگم مرسی. اونو برعکس این یکی‌ها اصلا قرار نیست توش اطلاعاتی بهتون راجع به کیپاپ بدم یا هرچی، فقط قراره بهتون بگم که گروهی که خیلی دوستش دارم Stray Kids، oh my god، داره آلبوم جدید میده و فاکینگ داشت کل این مدت اسپویل میکرد و من نمیفهمیدم. ما گیج بودیم عملا، ما داشتیم
اصلا ما فندومون توی دنیای دیگه ای بود. اینا داشتن میگفتن آقا ما این قرار تو آلبوم باشه، ما اینطوری بودیم. چی میگفتن اینا؟ بعد ببین قشنگ به طور واضح، به طور خیلی واضحی توی دونه قسمت های اسکیز کد من دیدم چان داره یه آهنگی میخونه. چرا نفهمیدی آخه آدم؟ هرس دارم میخورم. و چه چیزهایی که با این آلبوم داره به وجود میاد. او مای گاد، وای ببخشید اینا ذوقه، شاید درکش نکنید، ولی خب یک فشاری از درون دلت و با همچین صدایی مثل بزنی بیرون که انگار داری بالا میاری. این بود از نه یعنی آپدیتی از من. اصلا کلا ببین من لکنت گرفتم. من کل این مدت تابستون و من لکنت گرفتم، نمیتونم صحبت کنم، مثلا اسکول شدم. چرا؟ چون که من تقریبا نمیدونم چند ماه میشه، حالا می نویسم، اینقدر من توی اتاقم بودم، تو خونه بودم، مثلا با آدم دیگه جز خانواده رفت آمد، همونم رفت آمد نمیکنم. من میشم با پوسترم حرف میزنم. چی میگی؟ بعد الان من لکنت گرفتم، واقعا باید عادی باشه و برای شما باید عادی باشه که من وسطش یا بگم بله خیلی خوب، بیا یه بار درست صحبت کنیم. و این بود از این آپدیتی که من کلا از این چند روز داشتم. چند روز یا یک ماه نمیدونم، یه جورایی همه با هم بود. هم این هفته بود، هم قبلش بود، هم بعدش بود، هم بعدش که هم نیومد. آره دیگه بفهمید چی میگم. دیگه با بدونه دیگه با من شما سابسکرایب کردیم میفهمید چی میگم دیگه. اگر این ویدیو در جمعه آپلود شود واقعا من بال در میارم، خوشحال میشم، بتونم ادیتش کنم، بال میزنم، مثلا خیلی خوشم. مثلا ببین میرم در اتاق و غارق تنهایی خودم غرق میشم عزیزان. خب این ویدیو همین بود و من نمیخواستم هیچ چیزی بگم راجبش، هیچ چیزی راجب مثلا کیپاپ، هیچی. فقط میخواستم خودم رو بهتون توضیح بدم که بفهمین چه وضعیتی دارم در حال حاضر. هیچ ایده‌ای تو کلم نیست و همین دیگه. بای بای.